نحوه نگهداری، تکثیر و درمان گیاه پتوس 0 تا 100 رو تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم. اگر گیاه تو هم نوک برگاش میسوزه 3 تا علت داره. اولیش وجود کرم، هزارپا و خرخاکی داخل خاک گیاهت باعث آسیب به ریشه ها شده. راه حلش هم خیلی ساده است. با این سم اگر گیاه تو یک بار آبیاری کنی تمام آفات داخل خاک از بین میره. دومین علت آبیاری زیاده که باعث پوسیدگی ریشه ها میشه. برای گلدونای کوچیک میتونید با انگشت چک کنید که خاکش خشک شده باشه و بعد بهش آب بدین و برای گلدونای کمی بزرگتر یا همین گلدونای کوچیک روش دیگه هم هست. با سیخ چوبی خیلی راحت میتونید تست کنید. سیخو بزنید داخل خاک 15 الی 20 ثانیه بعد برش دارید. اگر تغییر رنگ داده بود یا به سیخ چوبی خاک چسبیده بود هنوز گیاه رطوبت داره و نباید آبیاریش کنید. و سومین علت خاک نامناسب و نداشتن زهکشی گلدونه. باید از خاک سبک برای گیاهت استفاده کنی و چک کنی که حتما کف گلدونت سوراخ به اندازه کافی داشته باشه تا بتونه اون تهویه لازم رو برای گیاهت فراهم کنه. اگه گلدون گیاهت سفال یا سرامیکه و کف صافی داره باید چند تا سنگ بذاری داخل زیر گلدونی تا گلدون بالاتر وایسته. هر جوری که به گیاه پتوست رسیدگی میکنی بازم برگاش زرد میشه. اینم 2 تا علت داره. اولیش به خاطر گرما و تشنگیه. کافیه که گیاه تو جای خنک‌تر بذاری و فواصل بین آبیاری‌ها رو کمتر کنی، زودتر بهش آب بدی. و دومین علت کمبود مواد مغذیه. اگر به گیاهت کود ندی مجبور میشه از برگای خودش تغذیه کنه و همین باعث میشه که بدون هیچ نوع سوختگی کامل شروع کنه برگاشو به زرد کردن. نحوه نگهداری گیاه پتوس داخل خاک. یکی از مهمترین چیزهایی که باید براش در نظر بگیری خاک سبکه. براش از خاک برگ سبک استفاده کن. خاک برگ سبک آب اضافی رو از گلدون سریعتر خارج میکنه و باعث میشه که گیاه دچار پوسیدگی نشه. این که یکی میگه 2 روزی آب بده، هفتگی آب بده، 10 روزی آب بده، همه رو بریز دور. فقط با همین سیخ چوبی تست کن. هر وقت که خاک گیاهت کامل خشک شده بود آبیاریش کن، سیراب بشه. هر محیطی تهویه و نور و دماش با هم فرق میکنه. پس این فاصله بین آبیاری ها هم تو هر محیط میتونه متفاوت باشه. مورد بعدی سایز گلدون رو برای گیاهت بزرگ در نظر نگیر. گیاه پتوس به فضای زیادی نیاز نداره. فقط وقتی گلدونش رو براش بزرگ میگیری نگهداریش سخت‌تر میشه. توی آبیاری کوددهی به مشکل میخوری. میدونستی پتوسی به اسم پتوس هلندی یا برگ پهن مثل این نداریم؟ پهن شدن برگ گیاه پتوس فقط به 2 عامل بستگی داره. اول نور زیاد و دوم کوددهی. اسپری آب برای شادابتر شدن برگای پتوس خیلی کمک میکنه. فقط حواست باشه آبی که داخل اسپری میریزی یا آب تصفیه باشه یا آب جوشیده سرد شده. برای اینکه وقتی اسپری میکنی اگر از آب شیر استفاده کنی رسوب میشینه روی گیاهت و باعث ایجاد لک‌های سفید میشه. طریقه نگهداری گیاه پتوس داخل آب. بعضیا فکر میکنن چون داخل آب دیگه نیاز به کوددهی نداره. این اشتباهه. دوز پایین‌تر رو داخل آب گیاهت استفاده میکنی. فقط تنها فرقی که با گیاه داخل خاک داره اینه که باید آب داخل ظرف رو چند ساعت بعد حتما عوض بکنی وگرنه ریشه هاش باعث آسیب میشه. درسته که داخل آب نگهداری میکنی ولی بازم بهش اسپری بزن. به شاداب شدنش کمک میکنه. هر وقتم آب داخل ظرف تغییر رنگ میده باید آبش رو عوض کنی. برای این کار میتونی از آب کنار گذاشته شده استفاده کنی. آب معمولی شیر رو 24 ساعت بذار کنار. هم میتونی برای تعویض آب قلمات ازش استفاده کنی و هم میتونی برای آبیاری گیاهانی استفاده کنی که داخل خاک نگهداری میشن. اصلا نیاز نیست برای این کار آب جوشیده سرد شده یا آب تصفیه استفاده کنی. برای تویی که عاشق گل و گیاهی تکثیر و قلمه زدن توی خونه یه کار خیلی لذت بخشه. میدونستی قلمه زدن باعث قوی تر شدن گیاهت میشه؟ میدونستی کمک میکنه که بهتر رشد کنه و چند شاخه و پرتر بشه؟ میترسی قلمه بزنی نگیره و خراب بشه؟ بیا روششو بهت یاد بدم. خیلی راحته. این کلیپ رو ببین.
از سر همون بندایی که برگ در میاره از همونجا هم قرار داخل آب قلمه ها ریشه دار بشن. پس من میام برای قلمه زدن 2 الی 3 بند پایینش رو جدا میکنم که داخل آب بذارم و ریشه بده. 2 الی 3 برگم بالاش نگه میدارم و قطعش میکنم. این میشه یه قلمه. مجدد میام 3 تا از برگای پایینش رو میزنم و چند تا هم بالاش نگه میدارم و همین راحتی شد 2 تا قلمه. حالا میخوای قلمه شاخه بلند داشته باشی که آویز بشه، اینم به همین صورت پایینش رو میام خالی میکنم و این میشه یه قلمه. حالا میگی چه فرقی میکنه با روش قبلی؟ من اومدم 5 تا شاخه بلند و قلمه زدم شده 30 تا قلمه کوتاه. اگه 10 تاشم از بین بره خطا بده هنوز 20 تای دیگه دارم. حالا اگه 3 تا قلمه بلند داشته باشی 2 تاش خطا بده و خراب بشه فقط برات یه دونه میمونه و نمیشه کاریش کرد. برای ریشه دار کردن قلمه ها میتونی از پرلیت یا خاک قلمه استفاده کنی، ولی برای تو که تو خونه میخوای این کار انجام بدی بهترین روش آبه. درصد خطای خیلی کمتری میده. میتونی مثل من یه بطری پلاستیکی رو برش بزنی، قلمه‌هاتو میتونی دسته دسته با کش ببندی و بذاری داخل آب. پروسه ریشه دار شدن قلمه‌ها حدوداً 1 ماه طول میکشه. بهتره که جای گرم و پرنور بذاریش. وقتی قلمت 2 تا ریشه کوچولو میده نکارش، خب معلومه بیحال میشه و خراب میشه، باید بندازیش دور. وقتی که پر ریشه شد و خواستی بکاریش میتونی از خاک برگ سبک یا خاک قلمه استفاده کنی. معمولا بعد کاش طبق عادت میخوای خاکو فشار بدی، ولی این کار خیلی اشتباهه. باید بذاری ریشه تو فضای خاک آزاد بمونه. و مهمترین چیز بعد کاشت قلمه هات که نمیدونی و میکاری و گیاهت خراب میشه آبیاریشه. حتی کسی که میدونه بعد کاشت نیاز به آبیاری داره گیاهش این کارو فقط یه بار انجام میده. این باعث میشه تا 30% جلوی شوکی بعد کاشت گیاهتو بگیری. آبیاری دوم تا 50-60%، آبیاری سوم تا 80% جلوی شوک گیاهو بعد کاشت میگیره. حالا میخوام بهت بگم چیکار کنیم تا 99% جلوی این خطا رو بگیری. فقط کافیه آبیاری سومش رو با محلول آمینو اسید انجام بدی. این کار باعث میشه که بعد کاشت گیاهت به هیچ وجه خراب نشه. حالا اگر میخوای بدونی که این 3 بار آبیاری فاصله هاش چقدره و چه حجم آب به گیاهت باید بدی الان بهت میگم. یه گلدون این سایزی رو من 1.5 لیتر آب هر بار میدم. باید به مقداری باشه که خاکش شسته بشه. حالا اگه گلدونت بزرگتره بیشتر باید آب بدی. فاصله بین این آبیاری‌ها 5 الی 10 دقیقه است. و اگر میخوای بار سوم با آمینو اسید آب بدی نیاز نیست اینقدر آب بدی که از زیرش در بیاد و شسته بشه، چون علنا داره هدر میره فقط این کود. برای ویدیوهای آموزشی بیشتر فقط کافیه چنل منو سابسکرایب کنید.